تأثیر سوابق تحصیلی که چند سال اومده تبدیل شد الان به 60%، همین 60% هم موندگار میشه. از طرفی تأثیر سوابق تحصیلی دهم حذف شد، به جاش تأثیر سوابق تحصیلی 11 از مثبت به حالت قطعی در اومد. حالا این 60% که خیلی مهمه داره 60% مسیر ما رو تعیین میکنه. 60% از نمره نهایی شما، یعنی برآیند معدل و برآیند درصدهای کنکور رو همین سوابق تحصیلی شامل میشه. این کارم برای این انجام دادن که یه عدالت آموزشی به وجود بیاد تا کسانی که در مدارس تیزهوشان یا نمونه دولتی درس نمیخونن بتونن خودشون رو به اون افراد برسونن، یعنی با معدل بالاتر تعادل حفظ بشه. حالا اومدن یه قانونی گذاشتن، میگن اگر کسی توی یه درسی نمره بدی داره، هر درسی، چه دروس عمومی و چه دروس اختصاصی، چه 12 و چه 11، بهش اجازه میدن که بیاد یه بار دیگه توی اون درس یا چند درس، هر کدومی که خودش دوست داره، توی خرداد ماه امتحان بده، اصطلاحاً ترمیم معدل بکنه، آموزش و پرورش نمره بالاتر اون شخص رو به عنوان سوابق تحصیلیش برای سازمان سنجش ارسال میکنه تا حقش ضایع نشه. محدودیتی توی تعداد امتحانا و توی دفعات شرکت توی هر امتحان وجود نداره. اگر هم بین امتحان 11 و 12 تداخل باشه ایرادی نداره، میشه یه امتحان رو توی خرداد ماه داد، یه امتحان هم توی شهریور ماه داد. برای ثبت نام معمولاً باید از توی فروردین ماه و از طریق سامانه مایدات مدیو اقدام کرد. بچه‌هایی هم که اصلا کلا دیپلمشون یه چیزی میخوان توی کنکور دیگه شرکت کنن، مثلا طرف دیپلمش ریاضیه میخواد کنکور تجربی بده، باید بیاد همه چی رو ترمیم معدل کنه، یعنی سابقه تحصیلی تجربی واسه خودش ایجاد کنه. اگر معدلت کمه، نمرات پایینی هم داشتی، این فرصت رو از دست نده. اگر سوالی راجبش داری با همون تماس بگیر یا سوالاتو کامنت کن، به همه سوالاتتون جواب میدیم.